همه سفیرهای یوراسیوس، سفیرهایی که در اینجا هستید، سازمان‌های بین‌المللی، شما از یاد سیاسی ما را دستگیری کنید. مبلغی شما در بی‌طرفی بی‌چی را نگیرید. اگر کمک کردنی باشین جدی کمک کنید از یاد سیاسی. ما این نمی‌سازیم. ما این نخواهیم راغون و ساخته ساده می‌سازیم. با وطن گفتن با قن گفتن دهن یک کس شیرین نمیشه. با وطن گفتن ما وطن نمی‌سازیم. وطن یک نفر دو نفر 1 میلیون ساختن نمی‌تونن. وطن ملت می‌سازن. Мы не озадачены тем, чтобы сохранить или усилить наше влияние в Таджикистане. Наши позиции здесь сохраняются, они традиционные. Таджикистан и Россия – две братские страны, стратегические партнеры. Естественно, Россия сохраняет какое-то влияние, какие-то позиции, политические, экономические позиции, военные, естественно, поскольку здесь присутствует 201-я российская военная база. Президент باید یک بار بعد از این آرام شدن وضعیت در فکر تغییر کمانگش باشه به طور جدی. این موقع ما هست دیگر. ما دیگر نمیتونیم بگیم مثل پیشین که پرزیدنت میدونه دو کمانگر. چرا امروز در تاجیکستان توپاپیا خان نیست، یکاپیا خان نیست، گگارین خان نیست، فیزیک خان نیست، خیمیا خان نیست، تنها ریش است و سلا واهمه کردن از منبرهای بلند. در مورد مدحیه سرای همین رو گفتنی هستم که برنامه های ما واقعیت دارند. اون چیزی که هست همین است. محبوبیت مردم، صمیمیت مردم نسبت رهبر دولت است. در تاجیکستان دیگر یگان جناب عالی نیست، یک تا جناب عالی داریم. این خودش است. این با ریسپوبلیکا با جمهوری عموم خاص نیست، این منارخی است. این پرابلمی که با وجود آمده است این پرابلم حل شونده هیچ گپ نیست. این حل میکنیم. وظیفه جانی حکومت جمهوری تاجیکستان، وظیفه جانی خدمات موجودی ندارد. حکومت جمهوری تاجیکستان پیش از همه حمایت حقوق شهروندان ما در خارج کشور است. ما البته اینو فراموش نمی‌کنیم. ما گروه نیستیم. این دروغ است که سلفی گروه است. گروه نیست. ما یگان جمعیت نیستیم. ما یگان کس ما در همین جمع اعلان میکنم که ای مردم ما همه برادر هستیم. ما یگان تفریقه نیت نداریم.